رسول ما صلی الله علیه و آله میفرماید میگه تمام امت بخشیده میشن الا المجاهر، مگر مجاهر بخشیده نمیشه. صحابه سوال کردند که من المجاهر یا رسول الله، این مجاهرش کی است؟ گفت مجاهر او کسی است که در مخفیگاه ها گناه میکنه، نافرمانی میکنه، الله متعال بالش پرده میاندازه. وقتی که فردای او روز یا در میان دوستای خود ظاهر میشن باز او گناه را آشکار میسازه. این مجاهر اسی بخشیده نمیشه. او برادر، او رفیق، او دوست، الله متعال بالای گناهایت پرده انداخته، بالای گناههای ما پرده انداخته. چرا آشکارش میکنی؟ او ستار هست، او پوچش کرده. اینطور نیست که ما عیب نداریم، الله پرده انداخته. ما خودت فکر میکنی که کسی که اینجا بلند نشستگی است نمی از آسمان هفتم آمدنی، از آسمان هفتم نیست. این پرده خدا هست که بالای ما انداخته که گناههای ما و تو پوشیده است. ورنه اگر این گناه در پیشانی نوشته میشد کس آمده نمیتونست، خانه بیرون شده نمیتونست کرد. بازار تو راحتی تو خیر و خیرات میبود، در بازار پرسان. این گناه اگر بوی میداشت، ولی ما قدر جرأتمندانه کنار هم نشستگی نمیتونستیم، دور دور میرفتیم، کس نفهمه. خدا سرت می تو پرده انداخته. این زمین تو خدا وقتی که بالایت پرده انداخته از گناهایت پشیمان شو، خدای من اشتباه کرده. او این سخت میپذیره. سخت این دوست داره که یک کسی بگه من اشتباه کردم. دیگه فلسفه گویی نکنیم که چرا اینو کردم، چرا شد، ولا جوان بودم، ولا رفقای من تو بود، ولا دوستای تو بود، ولا زمینه تو فراهم بود، بالای من نه فقط بگو بد کردم خلاص. یعنی میره پشیمانی گفتم، بد کردم، اشتباه کردم. دیگه فلسفه گویی نکنیم.